رضا شاه از سرباز تا پادشاه، سرباز جوان، شانه‌های پهن و چشمانی مصمم داشت. نامش رضا بود، فرزند یک خانواده معمولی در مازندران، اما سرنوشت برای او چیزی بیش از یک زندگی عادی مقدر کرده بود. در میان هیاهوی دوران قاجار، رضا در ارتش قزاق رشد کرده. شمشیرش تیز، نگاهش نافذ و تصمیم‌هایش قاطع بودند. او می‌دید که کشورش، سرزمین کهنی که زمانی امپراتوری‌های بزرگ را به خود دیده بود، به بازیچه‌ای در دستان بیگانگان تبدیل شده است. این سرزمین مردی می‌خواست که آن را از خاکستر ضعف و تفرقه بیرون بکشد. سال 1921 شبی سرد و تاریک در تهران، رضا در رأس نیروهای قزاق پایتخت را به تسخیر درآورد. این کودتا آغاز دوران جدیدی بود. سیاستمداران کهنه‌کار کنار رفتند و اموردی که از دل ارتش آمده بود تمام امور را به دست گرفت. دیری نپایید که رضا با تکیه بر نیروی اراده و تدبیر تاج بر سر نهاد و رضا شاه پهلوی شد. اما برای او سلطنت تنها یک عنوان نبود، مأموریتی بود. برای ساختن ایران نوین راه آهن کشید، ارتش را نوسازی کرد، مدارس و دانشگاه‌ها را گسترش داد. او می‌خواست ایران از خواب غرور بیدار شود، ولی تاریخ بی‌رحم است. جنگ جهانی دوم سایه‌اش را بر جهان افکند. رضا شاه که نمی‌خواست ایران به بازیچه قدرت‌های خارجی بدل شود، سیاستی مستقل در پیش گرفت. اما همین استقلال دشمنان زیادی برایش ساخت. در سال 1941 متفقین ایران را اشغال کردند و رضا شاه را مجبور به ترک تارب کردند. آن مرد بلندقد و مقتدر که روزی با اراده آهنین کشورش را تغییر داده بود، حال در غربت در شهری دور افتاده در آفریقا روزهای پایانی عمرش را سپری کرد. اما نامش همچنان در گوشه بوشه ایران زمزمه میشد، نامی که یادآور عصر تحول، سخت‌کوشی و اراده بود. میراثش ماندگار شد. ایران هرگز همان کشوری نشد که پیش از او بود.